به نظرتون این غذای خوشمزه هویج پلوست یا زرشک پلوست؟ من که میگم هویج پلو. بریم با هم درستش کنیم. 1 عدد پیاز متوسط رو از وسط نصف کنید، اون رو نواری برش بدید، توی تابه روغن بریزید و پیازها رو توی روغن سرخشون کنید. دو عدد هویج رو بشورید، پوست بکنید و به صورت نواری برش بدید. هویج ها رو به پیاز ها اضافه کنید و تفت بدید. اجازه بدید تا هویج یک کمی نرم بشه. برای خوشرنگتر شدن هویج ها 1 قاشق زعفران بهش اضافه میکنیم و دوباره تفت میدیم. 2 عدد فیله مرغ رو به صورت نواری برش بدید. پیاز و زعفران، نمک و فلفل به فیلمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم توی یخچال به مدت 2 ساعت استراحت کنه. زرشک رو با آب سرد بشورید و آبکش کنید و کنار بگذارید. توی تابه روغن بریزید، زرشکا رو اضافه کنید و کمی تفت بدید. زرشک نباید بسوزه. بهش زعفران اضافه میکنم برای خوشرنگتر شدنش.